سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم که آموزش بدیم از راه دور چجوری بتونیم با رفیقمون یا دوستمون یا کسی دیگه بازی کنیم. دو روشش رو میخوایم بگیم. اگه لایک های این ویدیو به 20 تا برسه آموزش بازی کردن تو این سرورها هم میگم که چجوری اکانت ایکس باکس بذاریم توی گوشی رایگان تا بتونیم بیایم توی این سرورهای خود ماینکرافت بازی کنیم. پس 2 بار رو صفحه بکوبید لایک ها بشه بالای 20 تا من این آموزش رو بذارم. بریم سراغ ویدیو. خب شما اول باید وارد گوگل پلیتون بشین و این چیزی که من می نویسم و باید بنویسین تا برنامه بالا بیاد. می نویسین ماینکرافت برنامه زدن سرور در موبایل و در کامپیوتر. خب شما میایین پایین به یه برنامه اولی میبینید نوشته سرورهای ماینکرافت رایگان برای همیشه. روش کلیک میکنید. سرورهای ماینکرافت رایگان برای همیشه روش شروع کنید میزنید. خب الان من اینجا 2 تا سرور دارم. این یکی فعاله، اون سبزه، اون یکی قرمزه غیر فعاله. اینا هم که سرور قبلی. اگه میخواید سرور بزنید روی ایجاد میزنید. اینجا نسختون رو میخواد. نسخه که نه، روی موبایلید یا کامپیوتر. ایجاد سرور. نسخه جاوا برای کامپیوتر. اگه میخواید با کامپیوتر آنلاین بازی کنید میزنید دکمه بالا رو باید بزنید دیگه. نوشته یه عکس کامپیوتر داره نوشته نسخه جاوا. اگه موبایلی نسخه بدراک ویندوز 10 و نسخه ماینکرافت موبایل میزنید پایینی. اینا هم که زیاد چیز مهمی نیست. این پایینیه میتونید رنگش عوض کنید. این هم که زیاد چیز مهمی نیست. خب روی ایجاد میزنید. شته سرور شما حاضره. رو رد کردن میزنید. خب الان اینجا این نسخه ماینکرافتی که میخواید بازی کنید الان تا اولین تا آخرین ها هست. مثلا شما میخواید با جدیدترین برید یا قدیمی ترین. خب نرم افزار که چی، پورت چی. این آدرس رو میتونید کپی کنید با اون کسی که میخواید بازی کنید. اینو داخل تلگرام، واتساپ، روبیکا یا میتونید بفرستین. این که چی تبلیغ بالا اومد میتونید بفرستید براش. این هم که به اشتراک گذاری همون کپیه. خب بعدش روی شروع میزنید. نوشته بله من تفاوضنامه مجوز نهایی کاربر را قبول میکنم. روی این میزنید. بعدش توسی میشه مینویسه در حال بارگذاری. این یک کم طول میکشه. بعد ویدیو رو بذارم روی حالت 2 برابر تا زمانش فعال شه. الان ساعت 10:34. الان بعد از ظهر چقدر سریع شد. الان چون که صبح زیاد بازی نمی کنن تایمش کم 5 دقیقه است. ولی تو تایم بعد از ظهر اینا یه روبینای چون همه میرن سرور میزنن بازی میکنن الان تایمش چون صبح کمه وگرنه بعد از ظهر اینا خیلی بالاتره. خب دکمه قرمز رو میتونید بزنین خاموش شه. راه اندازی مجدد میشه. الان زده آنلاین میتونید بازی کنید تا 20 نفر هم جا داره. تمام. لایک ویدیو یادتون نره. 2 بار رو صفحه بکوبید. اگه لایک ها به 20 تا برسه آموزش زدن اکانت ایکس باکس بهتون میدم که بتونید رایگان توی خود موبایل برید سرورهای خود ماینکرافت رو بازی کنید یا یوتیوبرهای دیگر برید تو سرورشون. لایک ویدیو یادتون نره. خداحافظ.